اینجا همگان انتظاری جمع آمد تنتنوی، انتظاری رسیدن پیشوای معظم ملت به این مکان تنتنه ها می باشند. С Днем независимости, дорогие таджикистанцы! Сегодня это утро. Мы начинали и начинаем с Рагунской ГЭС. И сегодня еще по ряду городов, районов проходят торжества, народные гуляния. И главные торжества нас ожидают, напомню, сегодня на стадионе Наврузгох, таджикской столице, 19:00 начало концерта. Вот мы видим уже на кадрах приближение президентского кортежа главной концертной площадки Рагунской ГЭС. The motorcade of the President of the Republic of Tajikistan, His Excellency Emomali Rahmon, is toward to the main concert square, and here waiting more than 10,000 builders, specialists, guests. اینک همگان در موضع جمع آمد تنتنه‌ای پیشوای معظم ملت را استقبال میگیرم. بعدی موردی استفاده قرار دادن اگریگات دومی نیروگاه پیشوای معظم ملت به این موضع رسیدن و اینک بعدی چند لحظه در جمع آمد تنتنه‌ای سخنرانی پیشوای معظم ملت در نظر است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان یک جا تشکر. سلامت باشید. سلامت باشید. هموطنان عزیز، محترم بنیادکاران نیروهای برقی آبی راغون، حاضرین ارجمند، با عرض احترام و افتخار زیاد همه شما را به مناسبت جشن مقدس و مبارک ملی سالگرد 28 استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و به کار آغاز کردن اگریگات دویم نیروگاه راغون انشاء تقدیرساز خلقمان صدقاً تبریک میگویم. نیروگاه راغون ثمره یعنی فرزند استقلال و آزادی وطن محبوبی ما بوده. با کار آغاز کردن اگریگات دویم آن در روز تجلیل این جشن بزرگ ملی تحفه عالی به مردم شریف تاجیکستان می باشد. بعدی به استفاده دادن اگریگات یکم این کاخ نور که 16 نوامبر سال گذشته برگزار گردیده بود وقتی زیاد نگذشته است و الکه تا امروز در نیروگاه 570 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق استحصال گردیده به نظام انرژتیکی کشور انتقال داده شد و امروز تمام ساکنان تاجیکستان شاهد رویداد نوبتی خرسندی آور به کار اندازی اگریگات دویم این منبع روشنایی گردیدند که با اراده قوی، شجاعت و متانت و زحمت شبانه روزی شما متخصصان و ساختمانچان وطن دوست و شهرتمند تأمین کرده شد. به همه شما منتداری به پایان حکومت و خلق تاجیکستان را بیان نموده بار دیگر خاطر نشان می سازم که نام هر یک شما فرزندان با ننگ و ناموس وطن، متخصصان ساختمانچان بلند اختصاص
و شریکان گرامی در تاریخ تاجیکستان نوین به حرفهای زرین ثبت خواهد شد. صافدلانه و زحمت اهلانه با مهندسان و کارگران تاجیکستان از نام حکومت و خلق تاجیک اظهار سپاس می‌نمایم. دولت و حکومت مملکت با مسئله ساختمان نیروهای برقی آبی راغون افضلیت مخصوص می‌دهد. می‌خواهم مخصوص ذکر نمایم که تا امروز در یکی از انشاءات مهم نیروگاه نقب آبپرتای سیوم یکی از توصیه‌های اساسی کارشناسان بین المللی در سمت تامین نمودن بخطر فعالیت نیروگاه هنگام سیرابی احتمالی با نصب دروازه‌های سگمنتی تعمیری صدموی و اساسی بنیاد کرده شد و ما چند لحظه پیشتر شاهدی با استفاده دادن آن گردیدیم. این نقب با قدر 15 متر و درازی 1.8 کیلومتر در یک ثانیه امکانیت گذراندن 3,500 متر مکعب آب را داشته با مبلغ 2.8 میلیارد سامانی بنیاد گردیده است. در قطار دیگر نقب‌ها این نخستین نقب می باشد که در دایره بنیاد نیروگاه در دوران استقلالی ساخته شده است. باید تاکید نمایم که ما با مبلغ‌زاری نیروگاه راغون اعتبار اولین درجه میدیم. رهبریت نیروگاه، شرکت‌های پودرچی و دیگر شرکت‌های با ساختمان این انشاءات علاقه‌مند وظیفه دارند که مبلغ‌های جدا شده را مقصدناک و ثمرناک استفاده برند و به اسرافکاری راه ندهند. تکراراً خاطرنشان می‌نمایم که این انشاءات حیاتاً مهم مطابق به طلبات معیارهای بین المللی صفت و بی‌خطری و با استفاده از تکنولوژی‌های نوترین بنیاد شده ایستاده است و در آینده نزدیک نه تنها خانه‌دار وارد گردیده کارهای باز هم بزرگ در پیشند. برای اجرای این کارها کوشش و غیرت همه روزه و اندیشیدن تدبیرهای زیاد ضرور می باشد. بنابراین حکومت کشور را ضرور است که فعالیت خود را جهت بامرام تطبیق نمودن لایحه نیروگاه راغون روانه سازد. همزمان با این از رهبریت تا کارمندان عادی همه شرکت‌های به ساختمان نیروگاه جلب شده برای وسعت بخشیدن کارهای بنیادی این انشاءات اصل روانه نموده باید مسئولیت خود را به پرگی درد نمایند. حکومت مملکت تامین استقلالیت انرژتیکی را یکی از هدف‌های استراتژیک کشور قرار داده برای رسیدن به آن تمام ذخیره و امکانیت‌ها را سفربر نموده است. تطبیق چندین لایحه مهم در سمت رشد ساحه انرژتیکا نشانه همین کوشش‌های پیوسته بوده امروز به بالاروی سطح زندگی مردم مساعدت کرده ایستاده است. با مقصد رشد ساحه انرژتیکا حالا با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان تطبیق 12 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری با مبلغ عمومی 16 میلیارد سامانی ادامه داشته در دایره آنها تا به امروز 7.6 میلیارد سامانی از خود گردیده است. علاوه بر این وقتهای آخر با شریکان رشد یک قطار سازنامه‌ها به امضا رسانیده شدند که هدف آنها تجدید نیروگاه‌های عمل کننده یعنی نارک، قیراقم و سربند می باشد. یعنی ما در برابر بنیاد انشاءات نوی انرژتیکی تجدید و برقرارسازی نیروگاه‌های عمل کننده را نیز با سرعت پیش برده ایستاده ایم. مبلغ جلب شده برای تطبیق لایحه‌های از نوسازی نیروگاه‌های برقی آبی نارک، قیراقم، سربند
قریب بیش از 1 میلیارد دلار آمریکایی را تشکیل میدهد. این 10 میلیارد سامانی امروزه. این خیلی مبلغی بزرگ است. ساختمان و تجدید نیروهای برقی آبی، مرکزهای برق و گردی، بنیاد خطهای انتقال نیروی برق و زیرزگاه‌های برقی، همچنین اصلاحات ساحه انرژتیک در سالهای آخر امکان داد که تامینات اهالی با نیروی برق و فعالیت انفراستراکچور انرژتیکی به طور نظررس بهتر گردیده. صادرات نیروی برق به کشورهای همسایه در موسم گرما افزایش داده شد. همچنین باید گفت که رشد ساحه انرژتیک با ترقیات منظم اقتصادی تاجیکستان خصوصا در سمت تطبیق هدف 4 ملی صنعت کنانی با سرعت کشور نقش کلیدی می‌بازد. در زمان صاحب استقلالی تاجیکستان انفراستراکچور انرژتیکی کشور کلاً تغییر یافته. با تطبیق یک قطار لایحه‌های سرمایه‌گذاری امکانیت فراهم گردید که در کشور نظام یگانه انرژتیکی تأسیس داده بابر تامین نمودن ساحه‌های اقتصاد ملی و اهالی پره از استحصال کنندگان داخلی برآمده شود. در این دوره با بنیاد گردیدن نیروهای برقی آبی سنگتوده 1 و سنگتوده 2 مرکز برق و گردی دوشنبه 2 اگریگات اولی نیروهای برقی آبی راغون و سلسله نیروگاه‌های خرد زیاده از 1900 مگاوات اقتدارهای نو به کار انداخته شدند. همچنین توسط ساختمان خطهای انتقال برقی جنوب شمال راغون دوشنبه، لالازار خطلان، گیران رومی، تاجیکستان افغانستان، خوجند عینی رودکی، خیراقم 8، خیراقم سو به درازه زیاده از 1100 کیلومتر 4 زیر ایستگاه برقی 500 کیلووات، 10 زیر ایستگاه برقی 220 کیلووات و دیگر انشاءات برقی فعالیت استوار نظام یگانه انرژتیکی تامین کرده شد. یعنی ما در زمان استقلالیت خب سیستم انرژتیکی که به 3 پارچه تقسیم بود به یک کشور واحد دولت را تبدیل دادیم و سیستم یگانه انرژتیکی مملکت را بنیاد کردیم. این بسیار موفقیتی بزرگ است. و ببینید اقتدار نیروهای برقی آبی راغون اگر با اقتدار پررش فعالیت کند 3600 مگاوات، لیکن ما در زمان استقلالیت 1900 مگاوات اقتدارهای نو بنیاد کردیم. این کاری سهل نیست. 1900 مگاوات با بنیاد نیروگاه راغون، نیروگاه‌هایی که 10 سالها زیاده از 50 سال به تعمیر به تجدید خدمت کردن برای مردم، برای تجدید کپیتالی تعمیر پوره این نیروگاه‌ها زیاده از 1 میلیارد جلب کرده. کارها در این 3 نیروگاه بزرگ با سرعت ادامه دارد. هزارها نفر متخصصان ساحه انرژتیک با جای کار تامین گردیدند. در این لحظه های تاریخی با قناعتمندی و افتخار ابراز می دارم که بنیاد نیروگاه راغون همچون انشاءات تقدیرساز نتیجه آرزو و آمال نیک، عزم و اراده قوی، دستگیری و پشتیبانی صمیمی و سمی وطن دوستانه خلق شرفمند تاجیکستان می باشد. با اطمینان کامل اظهار می نمایم که ما با زحمت صادقانه مردم سربلند تاجیک و کارنامه بهادرانه فرزندان باننگ و ناموس ملت در آینده نزدیکترین همه نیت‌های نیک و نقشه‌های سازنده ما را عملی می‌گردانیم. دوستان عزیز،
من خوب در یاد دارم سفرهای اولینی که من به نیروگاه برقیابی از ربط ساختمان شناسایی پیدا کردم. نه اینکه مردمی تاجیکستان، نه اینکه سیاستمداران و متخصصان خارجی، حتی بعضا خودی من نیز در حیرت میماندم آیا ما میتوانیم بنیاد کرده این نیروگاهی بزرگ را یا نه. به نهایت من این روز شاهد گشتم که انا این است اقتدار بزرگی خلق تاجیک، ملت تاجیک، آنچه که سرجمی آن و وحدت ملی صلح و ثبات کامل دولت تاجیکان. اگر مقصدها نیک باشند، نیتهای نیک باشند، کار نمیشدگی در دنیا نیست. برای من شنیدم نیست. من باوری کامل دارم خیلی کارهای بزرگی در پیش هستند. از سم دشواری وزمینی ها را ما پس‌تر کردیم. 99% ساختمانچان را خودی متخصصان تاجیک تشکیل میکنند. شرکت های خارجی که در اینجا کار و فعالیت دارند متخصصان، من میدانم از یک چند کشورها، از اروپا، از کشورهای سابق شوروی، از دیگر کشورها، من به همه آنها بار دیگر از صمیم قلب از نام مردم تاجیکستان، از نام حکومت جمهوری تاجیکستان، از نام شخصا خودم یک جهان تشکر و احسان میگویم. چه خوشبختی، این چه خوشبختی است که در روز استقلالیت خلق تاجیکستان در روز جشن استقلالیت باز یک جشن دیگر، یک تحفه ارزنده برای خلق تاجیکستان، یک مشکلاتی که مردم تاجیکستان داشتند. من هیچگاه از یاد نمیبرارم سالهای 90. من این را باز میگویم، این تاریخ است، تاریخ را سوزانده نمی شود. ما چگونه مشکلات داشتیم؟ قریب 8 ماه 80% اهالی عموما برق نداشت، مخصوصا در فصلهای زمستان و تیرماه و زمستان. چگونه در سردی ها حتی بعضا در شهرهای کلان، در تولدخانه ها حتی فقط کودکان بقای گرفته شده بودند و بسیاری ها باوری نداشتیم که ما باز این روزهای نیکم میرسیم. یک زمان من نقب انصاب را شروع کردم. زمانی خیلی وضعی بود، حالا جنگ شهروندی بود، مبلغ نبود، اقتصادیات در حالت بحرانی قرار داشت. وقتی که ما در آنجا جمع شدیم، بسیاری ها به من گفتند، حتی اعضایان حکومت، محترم پرزیدنت، مبلغ نیست، تکنیک نیست، ساختمانچیان نیست، ما نمیتوانیم، حالا که اتحاد شوروی این کار را انجام داده نتوانست. من هیچگاه همین سخنان خود را در آنجا از یادم نمیبرم. اگر هیچ کی نداشته باشیم، هیچ قدرت و توانایی نداشته باشیم، لیکن ما با قوه بزرگ پنجه هایمان، با همین ناخنهایمان کندن نقب انصاب را ما حتما بنیاد میکنیم. من قریب 3 ساعت امروز یک جا تشکر، من اون کارهایی که نقب شیرتان انصاب بود دیدن میکردم از رفتی ساختمان، از ساختمانچیان، نقب کنان. خب در جاهای سنگین رفتیم،
آبهای زیاد چند مراتب پیشنهاد کردند که جناب عالی نمی شود، محترم پرزیدنت خط را دیگر کردن در کار. البته خط را دیگر نمیکنیم. من هیچگاه از سفر نگشتم. می رویم به پیش، به پیش، قدم به قدم به پیش. امروز من قریب 3 ساعت خیلی شد آمده بودم از رفتی ساختمان. شنید دیدن کردم قریب که اکثریت ساختمان ها چقدر سرعتی تکنولوژی، من میگویم متخصص چقدر قدرت و توانایی دارد. من تکنیکای آنچه که پیشتر متخصصان ما وطنی آوردن شرکت ها دیدم در یک شبانه روز 10 متر نقبی ورتیکالی میکند یک آدم. 10 متر هزارها کس را عوض میکند. هم سرعت، هم حجم مبلغ صرفه، هم وقت. و دیدم من این روز از ساختمان من خودم انگشت حیرت گزیدم. آفرین بر شما ساختمان شد. آفرین، احسان میگویم. من احسان میگویم. من تمام چاره را اندیشیده ایستادم که نیروگاه به مبلغ نماند، به مواد ساختمانی نماند. تمام شرایط را دیده ایستادیم و کوشش میکنیم که باز هم سرعت ساختمان را تیز آنیم و مهلتی به استفاده دی پروژه ساختمان را کوتاه نماییم. من این روز دیدم چه امکانیت ها هست امکانیت ها. آن روز دور نیست که تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیاری ما به یک دولتی نیرومند و پیشرفته و وطنی محبوب تاجیکان به ملکی باز هم آباد و آسوده تبدیل می یابد. بار دیگر تمام مردم شریف تاجیکستان، هموطنان برون مرزی و همه شما دلاوران جبهه زحمت، بنیادکاران راغون را به افتخار جشن مقدس ملی 28 سالگی استقلال و آزادی و با کامیابی نوبتی به کار در آمدن اگریگات دوم این نیروگاه بزرگ صمیمانه تبریک گفته برایتان خانه آبادی و برای کار و پیروزی های بیشتر آرزو می نمایم. پاینده و جاویدان باد استقلال و آزادی دولت نوین تاجیکان. شرف و ساختمانچیان و مهندسان و متخصصان دلاوری نیروگاه برقی آبی راغون. شرف به مردمی با ننگ و ناموس، شرف به مردمی با ننگ و ناموس، وطن دوست و وطن پرور، زحمتکش و آبادگر و صلح دوست و فرهنگ سالاری تاجیک. راغون برای مردم شرمند تاجیکستان ساختمان سرنوشت‌ساز، میدان ننگ و ناموس و جبهه زحمتی جوان مردانه می باشد. راغون آینده آبادی خلق تاجیک، سری بلند و روی سرخ هر فردی وطن و کفیل بالا روی نفوذ و آبروی دولتی آزاد و صاحب اختیار تاجیکان است. راحت سفید و اقبالت بلند باد تاجیکستانی عزیزی من. همیشه سلامت و سربلند باشید هموطنان عزیز. تاجیکستان به پیش، به پیش.